سروسط تفتیشات شهر مسکو روز 14 مارت سال 2024 خبر داد که یکی از دو جوان توجیکی که از خدمت در ارتش روسیه فرار کرده بود در بلاروس دستگیر گردید. پرونده این دو جوان را شعبه تفتیشات منطقه لوبلینو بر اساس قسم یکم ماده 328 کودکس جنایتی روسیه سرکشی از خدمت حربی پیش میبرد. با آنها بر اساس این بند قانون جریمه به مبلغ تا 200,000 روبل، تا 6 ماه حبس و یا تا 2 سال زندان تهدید میکند. قبلا گزارش شده بود که دو جوان توجیک محمد نبی و مقصود سالهای تولدشان 2004 و 2005 که سالهای 2019 و 2022 شهروندی روسیه را به دست آورده بودند، در تیر ماه سال 2023 در شهر مسکو به خدمت حربی دعوت شدند، ولی روز 22 اکتبر سال 2023 هر دو از نقطه جمع‌آوری سربازها در کوچه اوگرشسکایا در جنوب پایتخت روسیه فرار کردند. از آنجا آنها را میبایست برای ادای خدمت حربی به قسم نظامی میفرستادند، ولی تقریبا ساعت 8 شام کارمندان نقطه سربازگیری خبر یافتند که هر دو جوان توجیک فرار کردند. خود محمد نبی و مقصود یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی اون وقت برخی رسانه‌های روسیه خبر داده بودند که جوانان توجیک بعد فهمیدن اینکه آنها را به جنگ ضد اوکراین فرستادنی اند فرار کردند. بعد فرارشان مقامات به ضد آنها پرونده گشوده هر دو را تحت جستجو قرار دادند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. در طی 2 سال جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف نزدیک 200,000 نفر کشته شده، تقریبا 5 میلیون آدم زخمی و 10 میلیون اوکراینی گریز شدند.